700-800 هزار تومن پول کاشت موژه میدی؟ بیا من رایگان یادت بدم که برای خودت و دوستات موژه بذاری. مهمتر از اون اینه که با یاد گرفتن این مهارت میتونی ماهی بالای 10 میلیون درآمد داشته باشی. چیزایی که نیاز داریم: موژه ریسه‌ای شماره 12 و 10، چسب دان و یه پنس سرصاف این شکلی. با موچینم میشه ولی سخت تره. برای شروع کار میایم موژه هایی که داریم و دوتا قیچی میکنیم، یعنی دوتا از این نخی که هست جدا میکنیم. موژه رو میذارم روی سطحی یه جوری که گرش به سمت خودم باشه و نوک موژه به سمت بیرون. با پنسم میام از وسط موژه میگیرم، ببینین گره به سمت خودمه، گره به سمت خودم، نوک موژه به سمت بیرون. میام این انتهای موژه رو که گرمه زیرش رو یه کوچولو آغشته به چسب میکنم. موژه های شماره 12 هم شروع میکنم. از گوشه خارجی شروع میکنم، اینا رو میچسبونم به بن موژم، میارم از بالا میذارم روی بن موژم و رهاش میکنم. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که پنسمون یا موچینمون اصلا نباید آغشته به چسب بشه، چون اگه اینطوری بشه موژه ها رو با خودش بلند میکنه و کلافه میشین. موژه بعدی رو دقیقاً کنار موژه قبلی میچسبونم به بن موژه، همین شکلی میچسبونم تا نصف بیشتر چشمم از سایز 12 پر بشه. برای چند تای این گوشه داخلی میام شماره 10 رو کار میکنم که طبیعی تر باشه. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که گوشه خارجی رو چند تا دونه موژه فیشر شماره 14 اضافه کنم که چشمم رو یه ذره کشیده تر و لیفت تر بکنه. البته سلیقه‌ای میتونین انجامم ندین. نکتهش اینه که این موژه های فیشر رو انتهای خارجی چشم و یه کوچولو روی پوست میچسبونم که چشمم رو یه ذره حالت لیفت و کشیده تر بکنه. این شکلی. اینم تموم شده موژه. این چشم رو نمیذارم که بتونین اختلافش رو با هم مقایسه کنید. فقط یه نکته: اگر چشماتون خیلی درشت نیست سایز این موژه فیشر رو 14 در نظر نگیرید، میتونید از شماره 12 یا حتی 10 استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین.